اگه احساس میکنی انرژی نداری یا هر کاری میکنی حالت خوب نمیشه، این ست کارا نکن. بهت قول میدم خیلی بهتر میشی. از نظر من سومی فوق‌العاده مهمه. حتما گوشش کن. شماره 1، لطفاً حسرت گذشته رو نخور. تو بابت گذشته هیچ کاری نمیتونی بکنی. گوش کن، هیچ کاری نمیتونی بکنی، فقط داری انرژی تو حرومش میکنی. تنها کاری که میتونی انجام بدی اینه که از گذشته درس بگیری، از اون درس استفاده کنی. کجا؟ که اشتباههای مشابه نکنی. و من بهت قول میدم این کلی تو زندگی تو رو پیش میندازه، این بهت انرژی میده. شماره 2، نگران آینده نباش. کلی تحقیق هست که نشون میده 80-85% از چیزایی که تو نگرانشونی هیچ وقت اتفاق نمیفتن، فقط دارن انرژی تو رو حروم میکنن. انرژی که تو باید صرف الانت کنی، خوشحالیت کنی، هدفات، انرژی داره حروم میکنه. و شماره 3 که فوق العاده مهمه، ببین خوشحالی تو توی بقیه دنبالش نگرد. خوشحالی و شادی 100% درونیه. توی پیجم هر روز دارم یه سری نکته بهتون یاد میدم که اونایی که استفاده میکنن کلی کیفیت زندگیشون رفته بالا. پیجم حتما داشته باش. خیلی عشقید. دمتون گرم.